خیلی خوش آمدید خانم دکتر. خیلی ممنونم. یه سلام علیکی با بیننده‌هامون اگه دوست دارید بفرمایید. با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و خدمت شما. در خدمتتون هستم با موضوع سرگیجه. بله قرار راجع به سرگیجه صحبت کنیم. خانم دکتر یه توضیحی در ارتباط با سرگیجه بفرمایید، اینکه سرگیجه واقعی با کاذب چه تفاوتی دارن و اصولاً چه عللی رو ما برای سرگیجه در حالت کلی متصور هستیم. بله. اصولاً یکی از مهمترین حس هایی که یه فرد داره حس تعادله، یعنی اینکه حس تعادل و داشتن تعادل اصولاً اصل اولیه برای انجام همه فعالیت های روزمره است. اون چیزی که به عنوان سرگیجه گفته میشه، سرگیجه‌ای که به عنوان یعنی سرگیجه واقعی در واقع احساس چرخشی هستش که فرد داره، یا احساس چرخش محیط یا احساس چرخش خود فرد هستش که این حالت رو بهش میگن ترو ورتایگو یا سرگیجه واقعی. این نوع سرگیجه هستش که مرتبط با بیماری‌های گوش هست و ما باید این رو افتراق بدیم از سرگیجه‌های دیگه‌ای که به عنوان سرگیجه کاذب شناخته میشه. خیلی وقتا هست حس‌های دیگری مثل احساس گیجی، احساس منگی، احساس سبکی سر، سیاهی رفتن جلوی چشم یا احساس حالت قش کردن، اینها رو فرد به عنوان سرگیجه اظهار میکنه. یعنی خیلی از بیمارانی که میان مراجعه میکنن با شکایت سرگیجه، وقتی دقیق ازشون شرح حال میگیریم و میپرسیم میبینیم که سرگیجه واقعی ندارن و علائمی که خدمتتون گفتم اینها رو به عنوان سرگیجه ذکر میکنن. همه اینها توی تشخیص خیلی مهمه، یعنی ما باید اول نوع سرگیجه رو تشخیص بدیم. سرگیجه‌ای که به عنوان سرگیجه واقعی شناخته میشه و بیمار اظهار میکنه اون هست که میتونه در ارتباط با بیماری‌های گوش و یا حالا علل دیگه‌ای باشه که باید اون رو به صورت جدی در نظر گرفت و بهش پرداخت و مورد درمان قرار داد. از لحاظ حسی که به فرد دست میده فرقی میکنه؟ یعنی مثلا تظاهرات بالینی سرگیجه واقعی با کاذب فرق میکنه؟ بله، سرگیجه واقعی همینی که خدمتتون گفتم در واقع یک توهم چرخشه، یعنی شما هیچ حرکتی وجود نداره، یا فرد حس میکنه خودش در حال حرکته یا در حال چرخشه و یا اینکه حس میکنه خودش ثابته و محیط در حال حرکته. در صورتی که اون چیزی که به عنوان سرگیجه کاذب گفته میشه احساس‌هایی به غیر از این حالت هستش. مثلا فرد احساس گیجی و منگی داره یا مثلا احساس سبکی سر داره، چیزی دیگه نمیچرخه به صورت واقعی، احساس چرخش یا حرکتی وجود نداره. کدومش با گوش مرتبطه؟ سرگیجه واقعی هستش بیشتر در ارتباط با مشکلات ناشی از گوش هست. خب دیگه چه علتی داره؟ یعنی سرگیجه واقعی غیر از مشکلات گوش؟ تقسیم بندی سرگیجه‌ای که به صورت سرگیجه واقعی هستن، وقتی ما شرح حال گرفتیم و متوجه شدیم که فرد سرگیجه واقعی داره، دو دسته علل خیلی مهم هستن که افتراق بدیم و تشخیص بدیم. یه دسته علل مرکزی هستن که مربوط به سیستم اعصاب مرکزی، یعنی مربوط به اون مغز و فعالیت مغزی هست، و یه دسته مربوط به گوش هستش که بهش گفته میشه علل سرگیجه‌های محیطی، یعنی مربوط به گوش و سیستم تعادلی، که اینها رو باید افتراق بدیم. یه سری اختلافاتی با هم دارن که توی معاینه دیده میشه و علائمی که همراهشون هست متفاوته. اینها رو باید افتراق بدیم، چون اونایی که مرتبط با گوشه خب درمانشون خیلی راحت تره و خیلی ممکنه که حالا اگه یه ذره تأخیر هم درمانشون بیفته ممکنه خطری برای بیمار نداشته باشه. ولی یه کسی که مثلا سرگیجه مرکزی پیدا کرده ممکنه یه عارضه مغزی باشه، حتی مثلا یه اینفارکشن مغزی، یه خونریزی مغزی ممکنه با سرگیجه خودش رو نشون بده. به همین خاطر تشخیصش خورده حیاتی تره، مهمتره و بعد خیلی سریعتر تشخیص داده بشه و درمانش ممکنه که نیاز به یه اقدام اورژانسی تری داشته باشه. خانم دکتر، این مسئله سرگیجه های مرتبط با گوش چند درصد از لحاظ اپیدمیولوژی و شیوع اگه بخوایم بهش بپردازیم چند درصد این سرگیجه‌ای که داریم ازش صحبت می‌کنیم و شامل میشه؟ یعنی آیا وقتی کسی سرگیجه داره محتمل ترین حالت اینه که به خاطر گوششه، یا اینکه نه شما اول تو ذهنتون اولویت‌های دیگه‌ای رو در نظر می‌گیرید؟ معمولاً گفته میشه که 20% کلاً مراجعات کلینیکای عمومی و یا 10% مراجعات کلینیکای عمومی یا 20% مراجعاتی که به متخصص گوش عقیل مراجعه میکنن همین مراجعات سرگیجه است، یعنی بیمارانی که با سرگیجه مراجعه میکنن و در کل بیشترین حالتشون یعنی بالای مثلا بگم 60-70% سرگیجه‌های مرتبط با گوش هست. علل خیلی کمی پیش میاد که ناشی از سرگیجه‌های مرکزی باشه و علل مغزی یا
علل مربوط به سیستم عصبی مرکزی. اینی که میفرمایید علل مغزی و مربوط به سیستم عصبی مرکزی یعنی مثلا چی؟ یعنی مثلا توموری تو مغزه؟ مثلا تومور مغزی میتونه باشه، تقسیم بندی میشه دیگه، میشه تومور مغزی میتونه باشه، تومورهایی که روی عصب شنوایی توی مثلا ساقه مغز هست، خود مثلا کسایی که مبتلا به MS هستن، خود اینفارکشن های مغزی، خونریزی مغزی، بیماری هایی که مثلا فرد رو ممکنه سیستم عصبی مرکزی رو درگیر بکنه، میتونه باعث ایجاد، یا مثلا خود پارکینسون، یه فرد ممکنه شروع علامتش به صورت سرگیجه و عدم تعادل ذکر کنه، ولی وقتی شرح حال می‌بینیم این اون سرگیجه واقعی رو نداره، ولی بیشتر مشکلاتش عدم تعادل، عدم راه رفتن صحیحه که میتونه اصلا شروع یه بیماری مغزی یا مثلا پارکینسون باشه. کلا این مسئله سرگیجه رو شما توصیه میکنید به افراد به طور عموم که بیان بررسی کنن یا نه خیلی جدی نگیرن؟ حتما باید سرگیجه بررسی بشه. یه مشکلی هستش که خیلی وقتا بیماران بهش دقت نمی‌کنن، توجه نمی‌کنن. ما خیلی وقتا بیمارانی هستن که میان وقتی یه مشکل خاصی، مثلا فرد یه توموری روی عصب شنواییش داره، اصطلاحاً بهش میگیم تومور آکوستیک، وقتی شرح حال از بیمار میگیری، چون این تومور رشد بسیار آهسته‌ای داره و اون زمانی که یه تومور میتونه سایزش 2 برابر بشه ممکنه چندین سال طول بکشه. وقتی شرح حال از بیمار میگیریم میبینیم که مثلا در سالهای قبل، در طی مثلا 5 6 سال قبل یه حملاتی از سرگیجه داشته، یه مثلا دوره‌ای از وزوزه گوش داشته یا مشکلات شنوایی داشته و از جهت اینکه حالا مردم ایران هم که میدونه خیلی حالا سریع مراجعه نمی‌کنن با هر علامتی که ایجاد میشه، میذارن میگذره و بعد زمانی میرسه که دیگه مثلا تومور خیلی بزرگه یا جراحیش خیلی مشکل میشه یا مشکلات خیلی بیشتری برای بیمار ایجاد میکنه. خب ولی اکثرا تو شرح حالشون دارن یه سابقه از این علائم رو. خب موافقید بریم سراغ بیشتر متمرکز بشیم روی گوش و ببینیم که حالا سرگیجه هایی که با منشأ گوش هستن بیشتر کدام قسمت گوش باعث و مسئول این قضیه است؟ بله. اصولا سیستم گوش رو اگه بخوایم بررسی کنیم، گوش به صورت کلی تقسیم بندی میشه به 3 قسمت. گوش خارجی که همون لاله گوش و کانال گوش هستش، گوش میانی که استخوانچه‌های گوش میانی و مسئول انتقال صوت هستن، و گوش داخلی. گوش داخلی هم 2 بخش داره، یه قسمت حلزون که حالا اصطلاح عامیانش و یه قسمت سیستم تعادلی یا همون مجاری نیم دایره، که در واقع اون قسمتی از گوش که مسئول حس تعادل هستش گوش داخلی هست که مسئول حس تعادل و حس شنیدن ما هست. یعنی یه جزش مربوط به شنیدن و یه جز مربوط به حس تعادله که اگر اختلالی تو این ناحیه ایجاد بشه و آسیبی تو این ناحیه ایجاد بشه میتونه باعث ایجاد سرگیجه بشه. خانم دکتر، ما توی این بخشی که پخش کردیم از بیماری‌های دیگه‌ای هم نام برده شد، مثلا مثل بیماری مینیر. باز اگر بخوایم اولویت بندی کنیم بر اساس اولویت و میزان شیوع 1 2 3 مون چی میشه؟ یعنی در خود سیستم گوش ما بالاترین درصدی که مربوط میشه به علت ایجاد اختلال تعادل و سرگیجه کدوم علت هست؟ اگر بخوایم بررسی بکنیم از نظر تقسیم بندی همین بیماریایی که حالا جزء این تیترواد عنوان شد عناوین بیماری ها، همه درگیری گوش داخلی میدن. ولی اون چیزی که به صورت شایع‌تر دیده میشه سرگیجه خشکم وضعیتی یا همون بناین پوزیشنال ورتایگو هستش که دیده میشه. بعد در درجات بعدی منیر هست، بعد نوریت وستیبولره و حالا مثلا فیستول پرینمپ و عفونت‌های گوش میتونه در درجات بعدی قرار بگیره. فقط قبل از اینکه ما بیماری‌ها رو بگیم، من خیلی یعنی دوست دارم که یه مقداری راجع به اون سرگیجه مرتبط با گوش و علائمش یه توضیح خدمت. حتما تو بخش بعدی راجع بهش صحبت می‌کنیم که این اصلا چه نوع سرگیجه‌ایه که ما مرتبطش می‌کنیم با گوش. بفرمایید خانم دکتر این علائم سرگیجه مرتبط با گوش رو بفرمایید تا بریم دیگه سراغ اگه موافقی سرگیجه خشکم وضعیتی. خدمتتون گفتم که تعریف سرگیجه یعنی همون سرگیجه‌ای که فرد احساس میکنه یا خودش میچرخه یا محیط به دورش میچرخه. این تعریف کلی سرگیجه است. ولی اگر بخوایم اختصاصی بگیم که چه سرگیجه‌ای مرتبط با مشکلات گوش هست، باید بدونیم که وقتی که سرگیجه ایجاد میشه معمولا یه سری علائم همراه دیگه هم ممکنه داشته باشه. معمولا کسایی که حالا مشکلاتی از شنوایی دارن، افت شنوایی دارن، وزوزه گوش دارن یا احساس پری گوش دارن، کیپی گوش دارن یا احساس فولنس به اصطلاحاً میگیم، اینها بیشترین علت سرگیجهشون مرتبط با گوش، یعنی نشون میده که احتمال زیاد منشأ سرگیجه گوش هست. معمولا اینو بیماران به هیچ وجه علائم نورولوژیک دیگه‌ای ندارن، مثل علائم مثل تاری دید، دوبینی،
اختلال مثلا قدرت اندام ها اگر مثلا کم شده باشه، اینا به هیچ وجه توی سرگیجه مرتبط با گوش دیده نمیشه. بنابراین اگر بیماری مراجعه کنه و حالا سرگیجه داشته باشه و مثلا همزمان یه تاری دیدم پیدا کرده باشه یا افت دید پیدا کرده باشه یا مثلا حرکات چشمش دچار اختلال شده باشه، معمولا اینا علل مرکزی داره و حتما ارجاع میدیم متخصص نورولوژیست ببینه. پس شرط لازم اینه که بیمار هیچ گونه علامت نورولوژیک دیگری نداشته باشه، تنها شکایت همراه نداشته باشه، مثل تاری دید یا مثلا دوبینی، خدمت شما عرض کنم که فلج بعضی از یا قصد یه صورتش مثلا فلج شده باشه. دقیقاً هیچ کدوم از اینها رو نباید داشته باشه. علائم گوشی همراه همون که گفتم، افت شنوایی، وزوز گوش، احساس پری گوش، اینها رو میتونه داشته باشه. مثلا خانم دکتر یه سوال بخونم، 936 4 شماره آخر 1246 گفتن الان 1 سالی میشه که موقعی که آب دهنمو قورت میدم صدای آب میاد تو گوشم و خواستم بدونن علتش چیست. این تو پیامکامون زیاد داریم، این احساس پری گوش یا احساس این که یه مایعی تو گوششون مثلا انگار گیر افتاده. یکی از بیننده‌هامون با این اصطلاح بیان کرده. این دلیلش اولا چیه و اینکه میتونه اگر که همراه با سرگیجه باشه همین مسئله باشه که داریم راجعش صحبت میکنیم؟ اون عللی که الان این بیننده محترم این سوالی که پرسیدن این خیلی ارتباطی به سرگیجه نداره. حالا اینو خدمتتون توضیح میدم. ولی اون پری گوش که شما میفرمایید با اون احساس کیپی و گرفتگی گوش متفاوته. اون احساس کیپی و گرفتگی یا گاهی اوقات صدایی که تو گوش ایجاد میشه به خاطر اختلال شیپور استاژ هست معمولا. مثلا توی ارتفاع وقتی شما میرین، مثلا کوه میرین یا مثلا کسایی که غواصی میکنن، اگر اختلاف فشار تو هواپیما یک دفعه به صورت ناگهانی فشار هوا تغییر کنه، فشاری که بین بیرون پرده گوش و توی گوش میانی هست وقتی اختلاف پیدا میکنه اینو ما حس میکنیم و شرط لازمه شنیدن بدون هیچ گونه اختلال اینه که اختلاف فشاری بین دو طرف پرده گوش وجود نداره. وقتی شیپور استاژ به هر دلیل خوب کار نکنه، مثلا کسایی که آلرژی دارن، کسایی که لوز سوم خیلی بزرگی دارن، به هر دلیلی، مثلا کسایی که سندروم دان دارن، کسایی که اختلال شکاف کام دارن، یا به هر دلیلی این شیپور کار تهویه رو درست انجام نده، خوب باز و بسته نشه، میتونه این حالت ایجاد بشه. شما تو هواپیما خیلی مثلا کسایی که مخصوصا زمینه آلرژی دارن یه دفعه ارتفاع زیاد میشه، این فشاری که ایجاد میشه احساس کیپی و گرفتگی ایجاد میشه. شما یه مانور والسالوا انجام بدین، یعنی بینی رو بگیرین تو گوشا باد مثلا بندازین، فشار داخلی ایجاد برطرف میشه این حالت گرفتگی. این سوالی هم که این بیننده محترم پرسیدن احتمالاً به خاطر اون اختلال شیپور استاژ و حالا گرفتگی یا در زمینه آلرژی یا چیز دیگری میتونه باشه که باید بررسی بشه. ولی این احساس پری که من خدمتتون گفتم برای سرگیجه، اون احساسی هستش که با این مانور والسالوا برطرف نمیشه. گاهی اوقات حس میکنه گوشش کیپه، گرفته، صداها رو خیلی بم میشنوه و بعضی وقتا باز میشه. کسایی که منیر دارن، یعنی افزایش فشار گوش داخلی اصطلاحاً دارن، یعنی اون مایع آندولمپی که در سیستم تعادل و در اون مجاری نیم دایره در جریانه، به هر دلیلی ممکنه یا حجمش زیاد بشه یا مثلا تولیدش زیاد بشه یا دفعش کم بشه. یعنی حجم این مایع وقتی افزایش پیدا میکنه به اون سلولای مویی تعادلی یه ایمپالس عصبی وارد میکنه و حس میکنه و این افزایش فشار باعث ایجاد احساس پری و کیپی و گرفتگی گوش میشه. خب این به بیماری منیره؟ توی بیماری منیر و افزایش فشار گوش داخلی معمولا بسیار زیاد دیده میشه. چه باید کرد؟ علائم مهمه. چه باید کرد؟ حالا خدمتتون توی قسمت درمان میگم، ولی این جزء علائم خیلی مهمی هستش که نشون میده گوش داخلی میتونه منشأ سرگیجه باشه. معمولا کارهایی که میکنیم باید این فشار گوش داخلی کم بشه. حالا اولین قدم رژیم درمانیه. معمولا رژیم درمانی بیماران مبتلا به سرگیجه باید کم نمک باشه. رژیم غذاییشون منظورتونه؟ آره، رژیم غذایی باید بسیار کم نمک. غذای شور نباید بخورن. غذای شور به هیچ وجه نباید بخورن. یعنی یه رژیم خیلی متعادل و با نمک بسیار کم، میزان نمکش بسیار کم باشه. مثل بیماری که فشار خونی هست و برای رژیم غذایش میگیم رژیم کم نمک استفاده کنه، مریضای سرگیجه هم نمک باید کمتر مصرف بکنن. یه سری غذاها کلا مثل غذایی که مثلا موادی که کافئین دارن، مثلا خوردن خود شکلات، ادویه، مواد افزودنی به غذا، اینا خودشون توی سرگیجه توصیه میشه که استفاده نشه، ولی مهمترینش همون نمکه. و یه سری هم که استفاده از داروهاست که ما این فشار گوش داخلی رو کم بکنیم. میتونیم از این سری از داروها استفاده بکنیم. خیلی متشکرم که با ما همراهید. ضربان رو تماشا میکنید از شبکه سلامت. موضوع امروزمون اختلال تعادل به ارتباطش با گوش و سرگیجه ها بود. متشکرم از دوستانی که برامون پیامک دارن میفرستن. سوالات شما رو بیشتر میخوام بپرسم از خانم دکتر سعیدی
جراح متخصص گوش و گلو و بینی و عضویت علمی دانشگاه پزشکی بقیت الله. خب دکتر، مثلا آقای مهدی 43 ساله برای ما پیامک دادن، گفتن علت سرگیجه همراه با حالت تهوع چیست؟ این میتونه مربوط به گوش باشه؟ بله، سرگیجه وقتی ایجاد میشه به خاطر اختلال تعادل و اون مسیرهای عصبی که دچار اختلال میشن، معمولا یکی از علائم همراهش تهوع و حتی گاهی اوقات ممکنه اگر تهوع خیلی شدید بشه باعث استفراغ هم بشه. به همین خاطر مریضایی که به صورت ناگهانی دچار سرگیجه‌های مرتبط با گوش میشن، مثلا دچار نوریت وستیبولار میشه که یه بیماری هستش که گاهی اوقات به دنبال حتی یه سرماخوردگی ساده هم ممکنه ایجاد بشه، یه التهاب توی گوش داخلی ایجاد میشه. معمولا عارضه خاصی نداره ولی خیلی پر سر و صداست. یعنی مریض با یه حمله سرگیجه شدید که اکثر اینا اورژانسی، یعنی مراجعه میکنن، به اورژانس مراجعه میکنن، یه حمله سرگیجه بسیار شدید و همراه با تهوع استفراغ مراجعه میکنن که معمولا توی یکی دو روز اول این حالت رو دارن. یعنی طبیعی جزء علائم همراه مرتبط با سرگیجه‌های مرتبط با گوش همین تهوع استفراغ هست. توی سرگیجه‌های مغزی اتفاقا کمتر ما اینو می‌بینیم. یعنی اونایی که علل مغزی دارن کمتر این حالت تهوع استفراغ دیده میشه. ممکنه حالا بدون، یعنی نه اینکه اصلاح بکنم جمله‌مو، علاوه بر این اصلاح رژیم غذایی که گفتیم غذاهای کم نمک بیشتر باید مصرف بشه، علاوه بر انتخاب‌های دارویی که داریم، با برخی از مانورهایی که انجام داده میشه روی بیمار هم ممکنه این مسئله سرگیجه خشکین وضعیتی بهتر بشه و خوب بشه؟ بله، ما بعضی از انواع سرگیجه‌ها رو داریم که یکی از مهمترینش، گفتم یکی از شایع‌ترین سرگیجه‌ای که بیماران مخصوصا افراد بالای 60 سال مراجعه میکنن سرگیجه خشکین وضعیتیه. معمولا بروزش به این صورتی که فرد حس میکنه حالا یا به دنبال ضربه به سر یا خود به خود بعد از یه عفونت ویروسی، فرد به دنبال حرکت سر دچار سرگیجه میشه. یا ممکنه توی رخت خواب باشه یا مثلا برداشتن یه وسیله از کابینت باشه یا انجام یه کاری دچار سرگیجه میشه. سرگیجه معمولا در حد چند ثانیه طول میکشه و خود به خود متوقف میشه ولی آزاردهنده است، چون فعالیت روزمره رو دچار اختلال میکنه. ما کاری که میکنیم این به خاطر تغییر هستش که در گوش داخلی اتفاق میفته. یه سری رسوبات کربنات کلسیومیه که در داخل گوش شناور میشن و ما با انجام یه مانور خاص که بهش میگیم مانور اپلی، این رو در واقع اون ذرات رو برمیگردونیم سر جای خودش و این سرگیجه متوقف میشه. اتفاقا روی این نوع سرگیجه اصلا دارو خیلی اثری نمیکنه و تنها درمانش همین انجام مانور هستش که میتونه بیاد بیمار و مراجعه بکنه، ما مانور تشخیصی انجام میدیم و در پس اون مانور درمانی براش انجام میشه که ممکنه 1 یا 2 مرحله نیاز باشه و بعد بیمار سرگیجه‌اش بهبود پیدا کنه. بعضی از دوستان گفتن مثلا 5 یا 6 سال پیش رفتن دکتر این کارو براشون انجام داده ولی الان دوباره سرگیجه دارن. این هر چند وقت یه بار باید انجام بشه این گاهی اوقات مخصوصا کسایی که سابقه ضربه به سر دارن و مثلا سابقه تصادف دارن، ممکنه این سرگیجه خشکین وضعیتی به صورت عود کننده باشه. یعنی ممکنه چندین نوبت نیاز باشه که تکرار بشه. اگر خیلی دفعات زیاد باشه که با مانور خیلی پاسخ نگیرن و درمان نشن، حتی اینا میتونه نیاز به جراحی پیدا کنن. ببخشید که اون مجرایی که دچار این حالت شده ما میایم با عمل جراحی، با یه عمل خیلی جراحی ساده اینو مسدود میکنیم و این علامتشون کاملا از بین. خیلی خوب. گفتن که من گوشم در واقع میگن که دچار آسیب صوتی شده گوششون و هر وقت حالا به علتی شروع به سوت کشیدن میکنه، هنگام بلند شدن دچار سرگیجه لحظه‌ای میشم. حالا از شما راهنمایی خواستم، ولی اصلا این دو موضوع به هم مرتبطه؟ خیلی وقتا کسایی که افت شنوایی دارن ممکنه در کنارش سرگیجه هم داشته باشن. مثلا کسی که بیماری منیر داره در واقع یه تریاد افت شنوایی، وزوز گوش و سرگیجه همرهی داره. یعنی این 3 تا حالت باید با هم باشه که معمولا اون افت شنواییشون تو فرکانس‌های پایینه، ولی ایشون فرمودن به دنبال ترومای یعنی یه آسیب صوتی داشتن. آسیب صوتی. کسایی که آسیب صوتی دارن افت شنوایی معمولا دارن تو فرکانس‌های بالا، صداهای زیر رو خیلی خوب متوجه نمیشن، ولی اینها خیلی شکایتشون سرگیجه نیست. یعنی خیلی سرگیجه مرتبط با علت این افت شنوایی نیست. باید این واقعا تعریف بشه، این سرگیجهشون ترجمه بشه. آیا فقط بلند شدن سیاهی رفتن جلوی چشمه یا نه اون سرگیجه چرخشی هستش که ایجاد میشه؟ خانم 74 ساله برام پیامک دادن، گفتن که همیشه سرگیجه دارن، گوشم هم گفتن شنوایی خوبی نداره و تعادلشون هم همینطور، دوچار همش گفتن به زمین میافتم. البته اضافه کردن که مشغله فکریشون هم زیاده.
توی مشکلات سرگیجه یکی از چیزایی که خیلی مهمه و باید ما بپردازیم، مثلا بیماری منیر، کسی که بیماری منیر داره علاوه بر درمان دارویی، حالا رژیم غذایی، کارهایی که میگیم انجام بدیم، شرایط روحی روانی بسیار روی بیماران سرگیجه تاثیر داره. یعنی مثلا حتی کسی که میگرن داره، کسی که سردردهای عصبی داره، مشکلات افسردگی داره، اینا سرگیجهشون خیلی بیشتر و با شدت بیشتری تکرار میشه. توی افرادی که سنشون یه مقداری بالاتر هست، خب یه مقداری شرایط تغییر میکنه، مثلا حس عمقیشون که توی حفظ تعادل کمک میکنه اینا کاهش پیدا میکنه. کسایی که دیابت دارن، فشار خون دارن، به خاطری که عوامل دیگه‌ای هم اون تعادلشون از نظر هماهنگی بین عضلانی یه مقدار کمتر میشه، خب سرگیجه‌هاشون یه خورده ممکنه تکرار شونده تر باشه یا اون عدم تعادلشون رو بیشتر به عنوان سرگیجه بیان بکنن که اینا بیشتر باید ارزیابی‌های نورولوژیک کاملا براشون انجام بشه. 921 0585 4 شماره آخر گفتن که علت سرگیجه هنگام خروج از آسانسور چیست؟ شما برخورد داشتین؟ بعضی وقتا یه سری شما توی همین افراد عادی هم خیلی وقتا می‌بینین، مثلا حالا تو آسانسور ایشون گفتن خیلی وقتا ممکنه که توی ماشین که نشستین یه دفعه سر پیچایی که خیلی سرعت ماشین زیاد باشه یا مثلا سر پیچ یا مثلا ماشین جاده‌ای که خیلی پیچ میشه مثل جاده یا مثلا چالوس با سرعت ناگهانی یه دفعه ماشین میسته، کسایی که اصلا مکانیسم تعادل و حفظ تعادل سیستم وستیبولار همینه دیگه، وقتی حرکت می‌کنی به خاطر اون خاصیت اینرسی و تأخیر مایع توی سیستم وستیبولار که ما تعادلمون رو حفظ می‌کنیم. حالا بعضی سیستم وستیبولار خیلی حساسی دارن، اینها معمولا اینو بیشتر درک می‌کنن و این احساس لحظه‌ای معمولا براشون ایجاد میشه. بیماری حرکت بیماری خیلی وقتی شدید باشه همراه با علائم سرگیجه شدید یا تعب و استفراغ باشه بهش میگیم بیماری حرکت، که اینها باید یه درمان دارویی بگیرن یا اینکه یه سری کارهای توانبخشی هستش که میتونه برای تقویت سیستم وستیبولارشون انجام بدن که این علائمشون کمتر آزاردهنده باشه. خیلی خوب. یاراللهی اگر درست خونده باشم از بندر عباس پیامک فرستادن، گفتن سرگیجه چه ارتباطی با فشار خون داره، پرفشاری خون؟ اصلا این به هم مربوطن؟ خیلی ارتباطش رو خیلی نمیشه گفت، ولی معمولا کسایی که فشار خون خیلی بالایی دارن و فشار کنترل نشده دارن توی کریزای فشار خون میتونن یه دفعه وزوز گوش پیدا کنن و اون احساس پری گوش رو میتونن پیدا بکنن. ولی خب طبیعتا کسایی که فشار خون دارن باید از لحاظ افزایش فشار خون و اون آسیبایی که ممکنه توی سیستم عصبی مرکزی ایجاد بشه، تنگی عروق یا خونریزیایی که یه دفعه میتونه اتفاق بیفته، باید خیلی مراقب باشه، ممکنه علت سرگیجه اون باشه. ولی که دقیقاً بگم فشار خون باعث سرگیجه میشه، نه، خیلی وقتا میتونه وزوز گوش بده ولی سرگیجه رو نمیتونه به تنهایی توجیه بکنه. 24 ساله برام پیامک دادن، در هفته هفتم بارداریشون هستن و سرگیجه شدید همراه با سیاهی رفتن چشم دارن و گفتن وقتی که میخوام بخوابم و چشمانم رو میبندم احساس سرگیجه من بیشتر میشه. توی افرادی که حالا تو خانمایی که باردار هستن، مهمترین چیزایی که باید بررسی بکنیم اینها ممکنه که علائم گوشیشون یه مقدار افزایش پیدا بکنه. یکی از چیزایی که خیلی شایع دیده میشه تو اینا احساس پری، گرفتگی گوش و حتی صدای گوش، به خاطر اینکه حجم خون افزایش پیدا میکنه. مثلا توی ماهای آخر حجم خون چون افزایش پیدا میکنه احساس گرفتگی، کیپی، گرفتگی و ممکنه ایجاد بشه. ولی سرگیجه خودش به تنهایی با بارداری خیلی ارتباطی نداره، ممکنه تشدید بشه، ولی احتمالاً باید از قبل از بارداری شرحال گرفته بشه آیا داره یا نداره. مثلا سیاهی رفتن جلوی چشم بیشتر در اثر کمخونی، افت فشار ایجاد میشه تا اینکه صرفا خود سرگیجه مرتبط با گوش باشه. چون راجع به رژیم غذایی هم صحبت کردیم، اینم بپرسم، گفتن که خانم 59 ساله پیامک دادن برای ما، گفتن الان یه سالی میشه با خوردن غذاهایی که شیوید داره یا خوردن چای دارچین دچار سرگیجه میشن، با خوردن شیرینی خوب میشن. گفتن از شما بپرسیم علتش چیه؟ حالا خوردن شیرینی که خیلی توصیه نمیشه برای بهبود سرگیجه، ولی کلا اون چیزی که علمی هستش و ثابت شده است خود نمکه که گفتم باید رعایت بکنیم. ولی در کل یه سری مواد غذایی مثل غذاهایی که افسودنی دارن، ادویه، مثلا همین دارچینی که گفتن، یا مثلا کسایی که حالا غذا میشن خانم دکتر، ممکنه شاید چرا افت قند میشن که سرگیجه میگیرن؟ ممکنه، ولی اینها میتونه حملات، یا مثلا خود چربی خون، کسایی که هایپرلیپیدمی دارن و چربی خونشون بالاست، وقتی غذای خیلی چرب میخورن سرگیجهشون تشدید پیدا میکنه. عامل اولیه سرگیجه نیست ولی میتونه باعث تشدید کننده برای سرگیجه باشه. این سوالم بپرسن، گفتن چند ماهیه که سرگیجه دارم، 933
2239 شماره آخر. سرگیجه دارن، چند ماه دکتر رفتن و گفتن مربوط به گوشته، بتا هیستین دادن براشون تجویز کردن، میگن ولی همچنان سرگیجه دارن و درمان نشدن. اینایی که دارو تجویز میشه و استفاده میکنن و خوب نمیشن چیکار باید بکنن؟ اینها احتمالاً بررسی کامل شده، حالا گفتن مرتبط با گوشه. تو سرگیجه‌ای که مرتبط با گوش هستش، درمان یه جزئی از درمانمون درمان دارویی هستش که میاد یه مقدار اون سیستم وستیبول و اون پیام‌ها رو ساپرس میکنه و کمک میکنه که اون جبران مرکزی اتفاق بیفته. یعنی شما وقتی یه سیگنالی از یه سمت گوش دریافت نمیکنه، مغز برای تعادل از سمت مقابل دریافت میکنه، این یه اختلال ایجاد میکنه، اما اختلال تعادل. ولی در گذر زمان جبران مرکزی اتفاق میفته. گاهی اوقات دارو خوردن زیادی باعث میشه که این جبران مرکزی به تأخیر بیفته، یعنی سرگیجه فرد خوب نشه، یا تشخیص درست داده نشده، حالا درمانهای دیگه باید گرفته بشه، یا اینکه علاوه بر درمان دارویی باید توانبخشی وستیبولار هم انجام بده، یعنی حتما یه سری مانورهای انجام بده یا یه سری تمرینات تعادلی باید بهشون داده بشه که این تعادلشون برگرده و سرگیجهشون بهبود پیدا کنه. صرف فقط مصرف دارو نیست که باعث بهبود سرگیجه میشه. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر که موضوع پیدا کردید و سوالات ما رو جواب دادین. این سوال 4 گزینه‌ای هم که مطرح کرده بودیم، پاسخ درستش چی بود؟ همون غذاهای شور بود دیگه. بله. چندین بارم تاکید کردیم. گزینه اول میشود. درست خانم دکتر سوال دارن نشون میدن. بله. کدام یک از محدودیت‌ها در رژیم غذایی برای کنترل سرگیجه ناشی از گوشت توصیه میشه؟ که گزینه اول پاسخ صحیح هست و دوستانی که این گزینه رو برای ما فرستادن منتظر باشن پنجشنبه قرعه کشیمون رو که انجام داد دکتر صوتی عزیز اون روز مجری ما هستن. شاید اسم شما در بیاد دیگه، منتظر باشیم ببینیم پنجشنبه چه خبر میشه. خانم دکتر از شما خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. زنده باشین.